قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر. این همه در برنامه ترازوی عمل. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز برنامه ترازوی عمل، برنامه‌ای که آیدی مهمترین مسئله های معاصر یا خود زمانوی هم درباره احکام شرعیش و اینچنین درباره نمود و ساختارهایش صحبت میکنیم. موضوعی که امروز آماده شما کردیم این موضوع سغورته یا خود بیمه می باشد. سغورته یا که بیمه که اساساً فارس زبان ها کلمه بیمه را استفاده میکنند و مایان تاجیکستان و ازبکستان سغورته میگوییم. اینچنین استراخوفکا هم میگویند. برادران خواهرانی که در روسیه زندگی میکنند زیادتر با کلمه استراخوفکا و میخورند. معنای سغورته چی است و در شریعت چه احکام دارد؟ مسئله سغورته یکی از مسئله های هست که در زمان حاضر و یا گفتیم در شرایط امروزه برای مهاجران یکی از مسئله های خیلی جدی گشته است. برای آنکه کشورهایی هستند که بدون سغورته به کسی اجازه بود و باشت و یا اقامت نمیدهند و کشورهای زیادی دیگر هم هستند که اگر شما میخواهید خانه خرید و یا ماشین خرید مجبور میکنند که سغورته داشته باشید. اگر سغورته نداشته باشید جریمه بندی میکنند و یا حتی محروم از ملکیت خود میکنند یا ملکیت شما میکنند. پس بیایید درباره سغورته چند نمود دارد و شریعت به این نمودهایش چی نظر دارد و آیا در وقتهای مجبوری به سغورته رویم و یا همیشه از این استفاده کنیم با هم مفصل صحبت میکنیم. پیش از همه معنای سغورته چی است و یا این نمود عقد و عهدنامه چی نمود می باشد؟ هر یک نفر برای اینکه شاید یگان احتمالات در آینده به او واخورد، مثلا یک نفر ماشین خرید، اگر در آینده یکی رفت و ماشین او به صدمه دچار شد و یا یک نفر در آینده نیاز به بیمارستان پیدا کرد و یا یک نفر خانه دارد، یکی خانه او در زمین لرزه و یا در سوختار نابود شد، در این وقت برای پیشگیری از این فلاکت ها و یا گفتیم برای سرمایه دار بودن که این فلاکت ها را برطرف کند می رود با یکی از شرکت های سغورته عهد و پیمان می کند و شرکت های سغورته هم تقریبا همهشان می گویند هر ماه و یا هر ساله تو به ما همین مبلغ معینی پول رو میدهی، در حالت یک در تو و یا در یکی از دارایی هایت مشکلی روبرو شدن، یگان مصیبت آمدن، مایان همه آن را به عهده میگیریم و تمامی خسارتی که به خانه تو و یا با ماشینی تو روبرو شد ما آن را برطرف میکنیم و اساسا شرکت های سغورتوی بین شرکت سغورته و بین یک شخص یک عقد و پیمان می شود به یک حادثه های احتمالی، حادثه هایی که شاید شود شاید نشود. یعنی نفری که صاحب خانه شد آیا تا آخری عمرش و یا آیا تا 100 سال و 200 سال به آن خانه از سوختار رخ میدهد یا نمیدهد و یا یک نفری که ماشین خرید آیا به این نزدیکی ماشینی او دچار صدمه می شود و یا نمی شود و یا عموما دچار چیزی نمی شود. به این احتمالات او دیگر نه اگر یکی شده ماند در این وقت باید این خسارت زیادی که می شود من از خودم داده نمی توانم گویان با شرکت های سغورتوی می رود و عقد پیمان می بندد و هر ماه و در بعضی از شرکت ها هر سال مبلغ معینی که خود شرکت های سغورتوی محدد کرده اند به آنجا می سپارد و با همین
دیگر مدتی دراز، شاید اینها هر ساله باشد، شاید مدتی 10 ساله باشد، شاید هر ماهه باشد، مبلغ به شرکت گذاشتن میگیرد و این نفر به شرکت مبلغ دادن میگیرد و یکی از احتمالات بالای این مصیبت آمد، در این وقت آن شرکت می آید و جبران این خسارتی کرده این نفر رو میبیند. انا همین رو میگویند سقورته، یعنی من میروم و به یک شرکت سقورته میگویم من ماشین خریدم و آنها میگویند هر ماه یا هر سال به ما همین مقدار پول میدهید و اگر یکی رفت و ماشین شما به صدمه دچار شد، تعمیر آن ماشین بالای گردن ماست، اما حدود مبلغ معین که تعمیرش نباید از این مبلغ بیافزاید یا اینکه نباید حد اقل یا حد زیاد مبلغ را تعیین میکنند. و پیدایش سقورته عزیزان یکی از عقدها یا یکی از نمودهای معامله های جدید است، برای آن که تقریبا برمیگردد به عصر 19. در عصر 19 وقتی در لندن یک خیلی آتشگیری و سوختاری بزرگ رخ می‌دهد و خیلی زیاد از بناها می‌سوزند، بعد از این حکومت لندن فکر می‌کند که چگونه خسائر همه این را پرداخت کنیم و یک علمای اقتصادی آنها به آنها مشورت می‌دهد که بیاید همین نمود یک شرکت را اینجا ما بسازیم و تا که از بالای آن شرکت وقتی که مردم سقورته میکنند و پول میدهند همین گونه حادثه ها شده ماند، یک بار از کجا مبلغ پیدا میکنیم، چگونه این خسارت را پرداخت میکنیم نگفته از امان مبلغی که الکی در یک جا جمع شده است ما استفاده کنیم. برای همین در کتاب های فقه اسلامی، نه در احادیث پیامبر، نه در کتاب های صاحبان مذهب، علل خصوص در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که خیلی در مسئله معاملات آرا و اقوال علما وسیع است، درباره سقورته تقریبا چیز پیدا کرده نمی شود و چون این معامله جدید است و یا گفتیم نو پیدا می باشد و به عصر 19 برمیگردد و الان در عصر 21 خیلی دارد روز از روز وسیع می شود و حتی اگر به غرب نگاه کنیم، علل خصوص به امریکا و کشورهای اروپا، برای یک چشمشان هم سقورته دارند، برای یک دستشان هم سقورته دارند، فرزند خود را هم میمانند به سقورته، همسر خود را هم، خانه خود را هم، حیوانات خود را هم. یعنی شرکت های سقورتوی در همین عصر 21 دارد روز از روز مجالهایش را وسیع کرده میگیرد. برای همین این نمود یعنی احکام سقورته را دربارهش اگر ما خواندنی باشیم برمیگردیم به کتاب هایی که در زمان معاصر نوشته شدند، چون در کتاب های پیشتره که این عقد ناپیدا است چیزی را پیدا کرده نمی شود. و یکی از نمودهای خیلی خیلی مشهور سقورتوی این سقورته در مجال طب می باشد. سقورته صحی هم میگویند برای سلامتی که هر کشوری که رفته تقریبا این چیز وجود دارد، حتی بعضی از کشورها این را قانونی کرده اند و اگر رفتید شما سقورته برای سلامتی و یا برای بهداشتی و دکتر نداشته باشید هرگز به شما اجازه بود و باشت یا اقامت را نمیدهند. و این نمود سقورته یک نفر میدونیم که شاید امسال ما بیمار شویم و یا بیمار نشویم و شاید که عموما نه من نه یکی از اعضای خانواده من همین سال نیاز به طبیب و به بیمارستان داشته باشد، ولی با یکی از شرکت های سقورتوی رفته عقد و پیمان میکنند که من به شما همین مبلغ پول رو میدهم و یکی من اگر محتاج بیمارستان شدم و یا محتاج دارو و درمان شدم و یا یکی از اعضای عائله من محتاج به بیمارستان شد، در این وقت شرکت تمام آن خراجاتی که من در بیمارستان کردم همش رو پرداخت میکند. و انمین نمودی سقورته بهداشتی گفتیم و یا اینکه سقورته که برای ملاقات با طبیب و درباره مریضی می شود. تقریبا خیلی از سقورته های رایج یافته می باشد که در اکثر کشورها بدون داشتن همین نمود سقورته حتی اجازه زندگی، اجازه کار را هم نمی دهند. و عجیبش این است که نفران زیاد
سالها بلکه ماهها به شرکت های سیغورتوی پول میدهند و شاید که یگان بار بیمار نشوند و یا بعضیشان یک پولی مقداری کم را میدهند اما به بیماری دچار میشوند که شرکت های سیغورتوی خیلی مبلغ زیاد را به آن بیمارستان پرداخت میکند و این یک چیز است، یک عقد هست که عقد احتمالی که شاید بیمار شوم و یا نشوم، ولی من باید این پول را به آن شرکت گذرانم و آن شرکت هم نمیداند که این نفر شاید خیلی بیماری جدی داشته باشد، جدی پیدا کند و خیلی مبلغ زیاد برای او لازم باشد یا نه همان مقرراتی که در آنها هست، مقدار پولی که در آنها هست که هر یک شرکت ها که خیلی نمودهایشان زیاد شده ایستاده است مقداری معین برای اعضاهای خودشان دارند. یعنی هر کسی که به آن شرکت اعضا می شود و گویا که با هم دیگر عهد و پیمان می کنند، بعضی شرکت ها خیلی مبلغ زیادتر طلب می کنند و خدمت رسانی آنها هم وسیع تر است، بعضی شرکت ها با مبلغ کمتر و همین نمود سیغورتایی که برای صحتی یا برای آنکه تشخیص طبی کرده می شود از سیغورته های در اکثریت کشورها مجبوری هست و اگر داشته باشید هر وقتی که به بیمارستان رفتید و هر دارو و درمانه و حتی که در آنجا بعضی از عملیات های جدی هم اگر شده باشد آنها از شما پول نمیگیرند و همش را شرکت های سیغورتوی پرداخت میکند. نمودی دیگرش هم هست، یک از شرکت های ملکیت که خیلی این هم مشهور است، اساساً به ملکیت هایی که خیلی گران هستند مثل ماشین و یا خانه زیست و یا زمین یا یگان شرکتی که صاحب شرکت باشند، اینها هم باید حتما یک سیغورته داشته باشند و برای ماشین هر سال صاحب ماشین یک مقدار مبلغ را به شرکت میدهد، مبادا اگر صدمه شد دچار یگان فلاکت شد خسارتش را آن شرکت پرداخت میکند. اگر یگان خیلی صدمه نشد به چیز گرفتار نشد شرکت آن پول را گرفتن میگیرد و به جای شرکت رفتن میگیرد. در خانه هم عیناً همین خیلی است، خانه های خود را میمانند و اگر یکی شد خانه آتش گرفت یا رفت و اگر زلزال شد یا چیزی دیگری شد که البته با یگان آفت طبیعی یا یگان نفر دشمنی کرده خود صاحب ملکیت و یگان نفر از بیرون اگر خانه را ویران کرد، در این وقت خسارتش را شرکت سیغورتوی پرداخت میکند. و یکی از شاید بدترین نمودی دیگر سیغورته باشد، سیغورته در برابر جان انسان است که از سیغورته های هست که سببی هزارها جنایت در اروپا و امریکا شده ایستاده است که بعضی از نفران می روند و جان خودشان را به شرکت های سیغورتوی می گذارند. یعنی می گویند من به شما هر ماه و یا هر سال همین مبلغ پول را می دهم که آن مبلغ پول را هم خود شرکت ها معین کرده است، نفری که با آنها رفته اعضا می شود نمی کند این را. یعنی شرکت می گوید شما هر سال یا هر ماه یا در چند مدت یک بار همین مبلغ را به ما می دهید، مبادا اگر شما وفات کردید مایان همین مقدار پول را به وارثان شما میدهیم و نفری که جان خودش را به سیغورته مانده ایستاده است یا سیغورته کرده ایستاده است معین میکند که اگر مبادای من مردم شما این پول را یا با همسرم یا به فرزندم یا به یگان نفر بیگانه یا به معشوقه‌ام این پول را میدهید و همان روزی که این انسان وفات کرد به طرز اتوماتیک پول به همان نفری که خودش وصیت کرده بود که اگر من مردم پول جان مرا یا گفتیم سیغورته مرا به او میدهید و آنها داده می شود. و این نمود جان خود را به سیغورته ماندن اینقدر الان وسیع شده ایستاده است که دست خود را، پای خود را، چشم خود را، فرزندی خود را، کودک خود را، همسری خود را خیلی زیاد به سیغورته مانده ایستادند که کمی بعد وقتی درباره ضررهای سیغورته صحبت میکنیم ان شاء الله بیان خواهم کرد که چگونه این نمود سیغورته که گویا که برای پیشروی اقتصاد و یا برای پیشگیری از روزی مبادا کردند الان سببی جنایت های زیاد و علل خصوص سببی 1001 آدم کشی آن هم از طرف خویش و تبار شده ایستاده است. اینجا عزیزان
گفتیم پس سغورتا یک نمود عهد و پیمان است با شریکه یا شرکتی سغورتوی با کاری که شدنش احتمال دارد و شاید که هرگز نشود و شاید که هم بزودی شود و این کار احتمالی و یا حادثه احتمالی حتما به عوض پول می باشد. یعنی یگان شرکت از پیش خودش بدون یگان نمود مبلغ دائمی یا گفتیم بدون مزد کسی را به کفالتش نمیگیرد یا کسی را به عهدهش نمیگیرد و برای آنکه آنها در وقت مصیبت دست ما رو گیرند ما باید به آنها هر ماه و یا هر ساله پول دهیم و مثل ما نفران خیلی خیلی زیاد هستند. شریعت به این چیز چی میگوید؟ احکام شریعت، علمای شریعت که همیشه وارثان پیامبر هستند و هیچ از آنها خالی نیست، اینها چی میگویند؟ اگر برگردیم به لجنه علمای عربستان سعودی که در مکه مکرمه هست و حتی سایتشان هست و علمای ازهر که همه ساله با هم حدود 100-200 عالم یک جا می شوند و درباره احکام های مستجد یا زمانوی صحبت می کنند و این چونین رابط علمای اسلامی جهان می گویند که کل علمای دنیا علمای اسلام با هم جمع می شوند و درباره این و یا آن مسئله که در شریعت دربارهش دلیل واضح نه صحبت می کنند. اگر نگاه کنیم در همه سایت هایشان از عربستان سعودی تا مصر و تا کشورهای دیگر نگاه کرده پیدا می کنید که همه با یک زبان اتفاق هستند که سغورته و شرکت‌های سغورتوی در شریعت از عقدهای فساد و حرام می باشند و مثل آنکه دزدی حرام است، مثل آنکه رباخوری حرام است، مثل آنکه قماربازی حرام می باشد، عیناً شرکت سغورته باز کردن و از مردم برای مصیبت‌های مبادای شدن و یا احتمال شدن پول گرفتن و آن پول را هرگز به او برنگردانیدن، اینها همان اکل اموال الناس بالباطل، خوردن پول مردم از روی باطل است و این چونین آمیخته است به قمار، آمیخته است به ربا، آمیخته است به فریب و به دروغ گفتن و هزار و یک مصیبت هایی که سبب آن شرکت های سغورته شده استاده است. و اینجا اگر نگاه کنیم میگویند خیلی به ربا شباهت دارد و چگونه به ربا شباهت دارد؟ برای آنکه وقتی که یک نفر عقد و پیمان با شرکت سغورته میکند که من هر سال یا هر ماه به تو همین پول رو میدهم، که اساسا شرکت های سغورتوی هر ساله پول میگیرند، آنقدر پول زیاد نه اما هر ساله، ولیکن از نفران زیاد. یعنی یک شرکت سغورتوی تا حدود 1 میلیون اعضا دارد که تصور کنید از 1 میلیون اعضا اگر هر سال اگر $100 یا $200 گیرد اون مبلغ چقدر می شود؟ آیا در مابین این 1 میلیون اعضا چند نفر به صدمه دچار می شود؟ چند نفر خانه اش می سوزد؟ چند نفر دیگر می میرد؟ این را والله اعلم کسی نمی داند. این همه مبلغی به مقدار خیلی بزرگ می رود به جیب شرکت های سغورتوی که در خود همین سال هم به نزدیکی خوانده بودم که از روی احصائیات و یا شمارش ها از همه شرکت های از روی مبلغ و از روی اقتصاد پیشرفته ترین و یا گفتیم ثروتمندترین اینها شرکت های سغورتوی شده ایستادن، برای آنکه اینها هرگز خسارت تقریبا نمی بینند. اینها همش از مردم پول میگیرند و از بین آن مردم شاید یک چند نفر معین به صدمه به چیز دیگری دچار شود، بقیه در زندگی خود زندگی را دوام میدهند. اینها باشند هر سال پول را گرفتن میگیرند، اعضایشان زیاد است، مقدار مصیبت هایی که شاید شود شاید نشود کم است و عجیبش این است که در وقتی آنها پرداخت کردن، یعنی یکی برای یک نفر گفتن که اگر تو ماشینت به صدمه روبرو شد ما همه خسارتت را پرداخت میکنیم، ولی وقتی ماشین به صدمه روبرو میشود اول شده آنها با وکیل ها یا گفتیم ادوکات های خیلی قوی 1001 بهانه پیدا میکنند که یک بهانه پیدا کنند که گویا که شرکت سغورتوی مسئول پرداخت این صدمه نیست. و یکی از متخصصان اقتصاد علل خصوص در همین موضوع سغورته، آنتون گوخه از آلمان، میگوید
با تقریبا سالهای 90 نزدیک به 90 اگر شرکت سغورتوی عادی مشهور که در آلمان است حدود میلیارد تقریبا میلیارد اعضا داشته باشد و از آنها خیلی مقدار زیادشان به صدمه دچار شده باشند، همه اش 3% خسارت را پرداخت کرده است خلاص. یعنی به جای اینکه 100% تمام خسارت ها را پرداخت کند، او فقط 3% خسارت مردم را پرداخت کرد. از بقیه تصور کنید 97% خسارتی که او باید پرداخت میکرد با آن شرط و شروطی که دارد یا شرطنامه‌ای که دارد، از آن با 1001 راه از طریقه وکیل و از طریقه راه دیگر گریزان شد و این همه مردمی که برای سغورته سالها و ماهها پول میدهند دیگر کار کرده نتوانستند، برای اون که این شرکت های سغورتوی که خیلی ثروتمند هستند آنها هم خیلی وکیل های قوی را میگیرند و در وقت سود، در وقت حق خود را ستانیدن، شرکت سغورتوی تقریبا غالب میبراید. و در بابت سغورته خودم من شخصا به یکی از شرکت های سغورتوی ماشین مشهوری ترکیه داخل شدم که انادول سغورتسی میگویند. در آنجا هم هر یک کسی که ماشین میخرد باید در یک سال حدود $200 بدهد، اما وقتی به سخنهای اعضایان گوش کردم تقریبا 90% اعضا شکایت دارد که این شرکت سغورتوی من وقتی که به صدمه دچار شدم مال مرا پرداخت نکرد و یا خسارت مرا همان گونه‌ای که موافق شرطنامه باید پرداخت میکرد پرداخت نکرد. یعنی این به این قدر آسانی نیست که من میروم ماشین خود را سغورته میکنم، هر وقتی که به ماشین من آسیب برسید شرکت دویده آمده لبیک گویان اون شرکت را پرداخت میکند. شرکت 1001 راه پیدا میکند که گریزان شود که نه تو خودت کردی، تو برای پول کردی، چیزی دیگر کردی. و شرکت هایی که بیمه از سلامتی یا اینکه بهداشتی میکنند برای بیمارستان، آنها نیز یک چند بیماری ها رو خارج میکنند که اگر مبادا همین بیماری به شما روبرو شود که جراحی اون خیلی مبلغ زیاد دارد و آن ما به شما بیمه یا سغورته نمیکنیم و شما مبلغش رو خودتان دهید. انا برای همین اینجا میگویند علمایی که کاملا اتفاقا میگویند سغورته حرام است و نباید مسلمان نه در شرکت سغورتوی کار کند، نه شرکت سغورتوی باز کند و نه چیزی خودش را، جان خودش را، مال خودش را سغورته کند. میگویند این ربا است. برای چی ربا است؟ شما به شرکت های سغورته پول میدهید، شاید که شما به صدمه دچار میشوید و یا اگر برای سلامتی کرده باشید، بهداشتی باشد و بیماری گرفتار میشوید که مبلغ شما داده به آن برابر نه. سغورته یا شرکت های سغورته 10 مراتبه و 100 مراتبه زیادتر به شما پول صرف میکند. اینجا گویا پول دادهتان را چند مراتبه کرده به خود گرفتید که این شرکت چه میشود؟ ربا میشود. از طریقه دیگر این قمار هم هست. اعضایانی که به شرکت های سغورتوی پول میدهند آنها نمیدونند که آیا به آنها یگان مصیبت میرسد یا نمیرسد. اگر سغورته در این وقت شما به یک چیزی احتمالی پول داده ایستادید و نمیدونید که شاید این شود یا نشود. برای همین تمام علما میگویند شرکت های سغورتوی و یا سغورته کردن یک نه یک چند قاعده هایی که در شریعت ممنوع است و یا یک چند معامله هایی که در شریعت نامشروع هست در بر میگیرد. از جمله غرر، یعنی نامعلوم که این چیز می شود و یا نه. دوم، پول یک نفر رو گرفتن با کارهای احتمالی، مصیبت های احتمالی که تقریبا شدنش خیلی کم است. سوم، اینجا ربا هم هست و این چنین بعضی از شرکت های سغورتوی پول هایی که از مردم میگیرند که اگر بلای به شما آمد ما آن را جبران میکنیم، آنها را میدهند به بانک های ربوی برای در بانک ها زیاد شدن و با همین دیگر آنها روز از روز از پول مردم، آن هم پول مردمی عادی که گمان میکنن نه تمام من با همین سغورته در امان هستم، چیزی به ماشینم شد شرکت به گردن میگیرد، چیزی به سلامتی هم شد شرکت به گردن میگیرد، یکی من وفات کردم مبلغ زیادی رو به فرزندان من میدهند که آنها دیگر با همین بای شده میروند. انا اینها میگویند نه، 1001 بهانه میآورند و هرگز
همون طوری که ما آسان به آسانی پرداخت میکنن میگوییم پرداخت نمیکنن. پس حکمش عزیزان در نزد جماهیر علما در عصر معاصر، البته اهل سنت، برای آنکه در شیعه ها این مسئله دیگر است، با دیگر نظر نگاه میکنن، ولیکن در نزد اهل سنت و جماعت مسئله صغرته از عقدهای حرام محرم می باشد، نه جان خود را نه مال خود را جایز نیست. و درباره اینکه ضررهایش صحبت کنیم، اگر چگونه که گفتم یکی از محققین آلمان شیفر مکس خطا نکنم میگوید در آلمان وقتی به دفتر جنایی پلیس دست زدم که ببینم سبب اساسی قتل و کشتار علل خصوص بین زن و شوهر چی است، اول شده دیدم که اکثریت های قتل بین زن و شوهر یا زنش را کشته است یا زن شوهرش را، و سببش پس از تحقیق کردن همان صغرته جان بین باشد که زن جان خودش را صغرته کرده است که مبادای من اگر از دنیا رفتم پولی مرا یا پولی جانی مرا، مرده پولی مرا یا گویم به شوهرم میدهی، و شوهر هم دیگر انتظار اون هم مبلغ کم نه، تو 300,000 دلار و از اون هم زیاد تا میلیون ها می رود، علل خصوص زن به آبرو باشد، یکی از گفتیم از ستاره های سینما باشد یا چیز دیگر، اینها می روند و خیلی زیاد پول برای صغرته خود در آنجا برایشان معین می شود. انا در اینجا می گویند بسیاری از شوهرها زن خود را برای آنکه خیلی زودتر به پول صغرته اش صاحب شوم کشتند. برعکسش زنهای زیادی دیگر هم در جای دوم شوهری خود را کشتند که وقتی مرد من دیگر به آن پول صاحب شوم، و خیلی زیاد حتی از فرزندان پدر یا مادر خود را یا با هواپیما با استادش سمالیات همش را ترک کنیدن که مادرش هم در آنجا است تا که بمیرد و من پولی صغرته او را گیرم، یا اینکه در جای با زهر با چیز دیگری و سوی قصد و جان مادر یا پدر خود کردن. و از همه عجیبش بعضی پدر و یا مادرانی که کم بغل هستند، دستشان تنگ است، می روند و با یک مبلغی کم جان خود را صغرته میکنند و خودکشی یا طرز خود را نابود میکنند که بعد از مرگ آنها شرکت های صغرتوی مبلغ زیادی را به فرزندان آنها میدهد. و حتی بعضی از مردها برای خود را در نزد معشوقه خود قهرمان اعلان کردن، جان خود را به نام معشوقه خود صغرته میکنند، خودشان را میکشند و آن پول میرود به دست آن نفر. و انا همین نمود اکثریت قتل و کشتار در اروپا و در امریکا سببش صغرته های جان شده ایستاده است و این چنین سبب دزدی نفران زیاد. و حتی در بین تاجیکان ما هم به نزدیکی بود، حتی شخصا بنده شنیده بودم که در لاهستان بعضی از برادرای تاجیک با بعضی از شهروندان لاهستان اتفاق کرده بودند، البته چند سال پیش بود، که گویا که او ماشینش را صغرته میکند، بعد از این ماشین را با پولی کم به شهروند تاجیکستان میفروشد و به کشور میگوید که من پولم را، یعنی به شرکت های صغرتوی، من پول ماشینم را گم کردم و شرکت صغرتوی هم که هیچ دلیل ندارد مبلغ ماشین را به صاحب ماشین میدهد و آن نفر هم برای ماشین فروخته‌اش پول کار میکند، هم از شرکت صغرتوی با همین یک نمود دزدی هم رایج مییابد که من صغرته کرده ام گویان. بعضی ها حتی خودش خانه اش را به کام آتش کشیده است، بعضی ها ماشین خودش را به صدمه دچار کرده است که ماشین نوتر میگیرن با پول صغرته، بعضی ها حتی به دزدان داده است و کمی از آنها پول گرفته است. با همین صغرته سبب جنایت 1001 نفر دیگر هم شده ایستاده است و علل خصوص چگونه که گفتم در اروپا، در امریکا صغرته هم امروزها مثل آیفون و دیگر نمودی تلفن ها هر روز یک نمودی جدیدش هم هست، دست خود رو، پای خود رو، گوش خود رو هم، سگ خود رو هم به صغرته میمونند. و اینجا مسئله دیگر عزیزان این است که در نمودهای صغرته های مجبوری هم وجود دارد و اساساً در کشورهای اروپا و یا کشورهایی که این مسئله را آنقدر مسئله جدی نگاه نکردند شاید، و به بعضی از کشورها می روید اگر صغرته نداشته باشید
به شما اجازه ماشین خریدن نمیدهند. و بعضی از کشورها می روید اگر سقرته نداشته باشید، خانه اتان را به سقرته نماندید، شما حق ندارید صاحب خانه شوید. و در بعضی از کشورها اگر سقرته نداشته باشید به یگان بیمارستان راه یافته نمی توانید. یعنی شرکت های سقرتوی تا حد خود را قوی کردند که دیگر حکمشان به بیمارستان ها هم گذشته است. انا در اینجا بیچاره مسلمان ها علل خصوص مهاجران چیکار کنند؟ شریعت اسلام سقرته را با انواعش حرام میگوید. سقرته که برای پول و دیگر مالکیت ببخشید برای جان مالکیت میکنید، اما کشورهایی هستند که برای ما اجازه زندگی کردن، اجازه صاحب چیزی شدن نمیدهند مگر اینکه ما سقرته داشته باشیم. در اینجا چی کار باید کرد؟ البته در اینجا چیزی که گفته میتوانیم فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه، در وقت مجبوری، وقتی که دیگر هیچ راه برایت نیست و تو را مجبور میکنند که سقرته نکردی صاحب ماشین نمیشوی، که در اکثریت عائله ها ماشین هم یکی از گفتیم اولادهای اساسی خاندان است، یا صاحب خانه نمیشوی که اگر خانه نگرفتن آنها از پرداخت زیاد اجاره پولی دیگر تلف میشوند. انا اینجا مسئله ضرورت آمد و ضرورت که وقتی آمد دیگر بعضی از حرام ها هم در شریعت حلال می شود. چگونه که وقتی پروردگار حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله میگوید، در دوامش فمن یضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه. پروردگار در سوره بقره میگوید برای شما هر حیوانی که خودش مرد، یعنی آن را حلال نکردید، گوشت خوک و این چنین خون حرام است، و هر حیوانی که بدون بسم الله کشته شد. ولیکن فمن یضطر، هر کسی که مجبور شد دیگر راه ندارد، در این وقت به شرط آن که از حد نگذرد، فقط به مقدار مجبوریش استعمال کند، لا اسم علیه، او گناهگار نمی شود. برای همین وقتی علمای لجنه در هم عربستان سعودی و هم علمای ازهر شریف در مکه مکرمه رابطشان در اینترنت هم هست، درباره حرام بودن سقرته میگویند. اما وقتی میگویند پس مسلمان هایی که در اروپا هستند و یا مهاجرینی که به کشورهای اروپا سفر کردند و دیگر برایشان همه راه ها محکم است، و بعضی حتی کشورهای مسلمانی که مجبور میکنند که واجب است یا سقرته مجبوری و ضروری اگر ندارید شما را از بالای اون جریمه بندی میکنن، چی کار کنید؟ اینجا می آیم به حالت مجبوریت، می آیم به حالت ضرورت، دیگر راهی که برای ما نیست، مجبورن، نه به خاطر اینکه نه من اگر چیزی شدم این شرکت به من کمک میکند، برای آنکه مسلمان نباید این نیت رو داشته باشد و هر احتمالی که میشود این از تقدیر است. و این رو هم بدانیم که خیلی که گفتم شرکت های سقرتوی تقریبا فقط 2% خسارت مردم رو پرداخت میکنند. این هم از روی شمارش هایی که یکی از محققین ساحه اقتصاد آنتون گوخ خودش تحقیق کشف کرده برآمد. خودش بعد از تحقیق کردن میگوید حدود 2 یا گفتیم 3% خسارت ها را شرکت های سقرتوی پرداخت میکنند، بقیه اش را خودی صاحبان ملک یا خودی نفرانی آسیب دیده پرداخت میکنند. برای همین آنقدر نباید خوشبین شد که نه من این کار را کردم و دیگر شرکت همش را به گردن میگیرد. و حتی تمام اشیاهای خانوادگی از تلویزیون شروع کرده تا تلفن دستی و تا جهازهای دیگر الان سقرته دارد که وقتی خریدن میگویند شما خواستید اگر سقرته کنیم کمی مبلغ دیگر دهید هر ساله، و اگر چیزی به جهاز شما شد ما یک باره رفته آن را یا عوضش میکنیم یا نوش را میدهیم. اما نوش را دادن یا عوض کردن به اون گونه که میگویند آسان است. چیزی دیگر شاید جهازی که ما داریم هرگز آسیبی نبیند، اون مبلغی که ما دادیم به کجا میرود؟ به جای شرکت های سقرتوی که دارن از پول مردم روز از روز ثروتمندتر میشوند و قدرتمندتر میشوند. پس در حالتهای مجبوری دیگر علاجی نیست. اما اگر مجبور نباشید به خاطر اونکه یک چیز حادثه بلای مصیبت آمد، این شرکت کاملا گویا کفیل من است، مرا به کفالت گرفت، همه خسارتم را جبران میکند. برای یک مسلمان در شریعت اسلام به اتفاق علمای اهل سنت این چیز حرام می باشد و مسلمان ها نباید در وقت ضرورت به سقرته راه دهند و یا به سقرته باور کنند.
و اینجا عزیزان برنامه من در اساس موضوعهای سقرته چیزهایی که مهم بود با کمانم گفته گذاشتم. یک بار برمیگردیم به سوالهای شما و اگر وقت مانده باشد پس از سوالها باز دوام میدیم به بعضی از نمودهای دیگری سقرته که یک نمود دیگر در ما در تاجیکستان سقرته هم نمیگویند ولی به جمعیه خیریه مانندی دارد که مثلا اعضای یک کارخانه همه با هم به جای مبلغ جمع میکنند که برای روزی مبادا اگر به یکی از اعضایان یگان حالت روبرو شود، مصیبت شد، از همین پول به او ما نفقه میکنیم، به او کمک میکنیم. آیا این هم سقرته است یا چیزی دیگر است؟ اگر وقتمون در این باره هم با هم صحبت میکنیم. و سوال های شما: سوال یکم: ماشین من در روسیه با عیب من به صدمه دچار شد، گیی آمد، پروتکل کرد، رفت. ما هم خانه به خانه شدیم، به سود دعوت کردن. در حلنامه سودی گفته شده بود که من ماشینم رو خودم تعمیر میکنم، ماشین جبر دیده رو شرکتی سقرته درست میکند. اما چنان که با خبر شدم مصرف تعمیر ماشین جبر دیده چند برابری پولی به سقرته سپرده زیاد است. آیا این حلال است یا نه؟ البته که حلال نیست. چگونه که گفتیم انا برای همین هم که این بخیل بریبا هم مانند می شود که پولی که به سقرته می دهید شاید که از سقرته از آن هزارها مراتب زیادترش را برای جبر دیده جبران کند یا برای او بدهد. انا اینجا گویا که یک مقدار کم به آنها پول داده، چند برابر کرده از آنها گرفتید. از این جهت هم علما میگویند نه، اینجا رو بدانید که بریبا هم مانندی دارد. اما اینجا اگر گفتیم یعنی بعضی ها به فکرشان میرسد که چقدر شرکت سقرتوی شرکت های خوب هستند، من برای آنها حدودی 2 سال فقط $200 حق اعضایم را دادم و یا اون که به آنها پیوست شدم، آنها باشد تقریبا $50,000 یا $20,000 با ماشین من صرف کردن یا ماشین نوی خیلی از آن هم بهتر خریدن. عزیزان، یک مانع در آنها میلیون نفرها اعضا هستند و از هر آن میلیون آنها هر ساله پول میگیرند و آنهایی که به صدمه دچار میشوند از 100 شاید که 5% هم نباشد یا 5% هم نباشد، انا همه آن مبلغ به جیب آنها میرود. یک مقدار کمی آنها را به جبر دیده ها صرف میکنند که عین قمار هم هست. از طرف دیگر تقریبا کل شرکت های سقرتوی در اروپا و در کشورهای غیر مسلمانی پولهایی که از مردم هر ساله میگیرند آن پولها رو به بانک های ریبوی میدهند تا که بانک های ریبوی از آن استفاده کرده به اینها ریبا یا پرسنت بدهند. و اینجا مسئله در همین جا هست که آیا مثلا یک مسلمان مجبور است که به سوال همین برادر خیلی تعلق دارد، مثلا در ترکیه اگر سقرته نداشته باشد صاحب ماشین شده نمیتواند، به شما خیلی غرامه میکنند و کاملا ملکیت شما رو گفتیم ماشین رو از دست میگیرند. یک نفر مجبور است که سقرته کند، مجبور است، نکرد صاحبی چیزی نمیشود. بعد از اینکه سقرته کرد و حدودی مقداری کم $200 $300 به دولت داد یا به شرکت، ببخشید چون شرکت های سقرتوی تقریبا دولتی نیستن، همشون خاص جدا از دولت کار میکنن بلکه رابطه دارن، اما اکثریت دیگر اینها شرکت های خاص جدا از دولت میباشن. یعنی یک مسلمان مجبور بود سقرته کرد و پول سقرته یک سالش را حدودی $200 داد و در همان سال ماشینه او به صدمه روبرو شد که جبران یا پرداخت آن صدمه حدودی $5,000 است. حدود $5,000 است و شرکت سقرتوی $5,000 را به این انسان داد و یا اینکه ماشین او را کاملا تعمیر کرد. آیا این مسلمانی که مجبوراً سقرته کرد همان پول گرفته اش برایش حلال است یا حرام است؟ انا این مسئله در بین علما اختلاف است. چگونه که گفتم در این مسئله علمای لجنه عربستان سعودی و رابطه علمای اسلام و این چنین علمای ازهر هم هستند. این مسئله بینشان اختلاف است. بعضی از علما میگویند این شرط در شرطنامه شرکت های سقرتوی وجود داشت و این انسان خودش ماشینش رو به صدمه دچار نکرد. شرطنامه که در اول بود اگر این انسان تمام خسارتی دیده اش رو از آن شرکت گیرد گناهگار نمی شود، برای اون که شرکت به عقد پیمان خودش دیگر رعایت کرد و آن پول باقی ندارد. اما اکثریتشون میگویند مسلمان مادامی که به خاطر فقط مجبور بودن سقرته کرد،
وقتی که خسارت میبیند فقط حدود مبلغی که به شرکت داد همان رو گیرد. مثلا من فقط حدود $400 به شرکت های سقورتوی دادم، ماشین من به صدمه دچار شد و تقریبا $1000 باید به ماشین من صرف کرده شود. در اینجا از همون $1000 که سقورته میدهد یا همون $1000 که سقورته به گردنش گرفته است، من باید بگویم من فقط حدود $400 میخوام، زیادیش رو نه، برای اون که فقط من $400 به اون شرکت داده می باشم. انا در اینجا اکثریت علما، البته همشون نه، اکثریت علما میگویند وقتی شما جبر دیدید و شرکت وقتی خسارت شما رو پرداخت میکند، شما فقط مقدار مبلغی رو از شرکت گرفتید که شما به او سپریده بودید، همچون در وقت سقورته کردن ماشین خود. از آن زیادش را نگیرید، برای آنکه عین ربا می شود، مثل اینکه یک مقدار پول را به او دادی و از آن زیادتر را گرفتی. سوال دیگر، سقورته خانه آیا حلال است مگر آفت و بلای به خانه می رسیده از جانب الله نیست؟ چگونه که گفتم در نزد جمهور علما سقورته و خانه و ماشین و سلامتی و هر چی هم باشد سقورته است و حرام می باشد. همه نمود سقورته که شما یک بلای آمد، احتمالی که شاید هم نه آمد سقورته میکنید حرام می باشد. و البته که اولین دلیل علما همین سخن شما است که بلا از جانب الله است. شاید 100 سال هم زندگی میکنی هیچ بلا بالای خانه ای تو نمی آید، اما مدت 100 سال پولی که به سقورته میدی اون پول فقط پولی خود را اسراف کردن و دیگر بباد کردن می باشد. سوال دیگر، سقورته حتمی را حکمش چی است؟ مثلا ماشین رو اگر سقورته استراخوفکه نکنی گهی میدارد اشتراف میکند، چگونه که در رفت برنامه گفتم درباره سقورته مجبوری که اگر نکردید یا اشتراف یا گفتیم جریمه میکند یا حتی از حق مالک شدن به ماشین بعضی از کشورها محروم میکند. اینجا به قاعده اضطرار فمن یضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه میگذاریم که مجبور استیم، نه برای اون که من از این شرکت های سقورتوی مقدار زیادی پول میگیرم با این نوع فقط مجبور هستم گویان دیگر سقورته میکنید، برای اون که دیگر علاج نیست که سقورته نکردید، علاج صاحب ماشین و خانه شدن نیست که در اکثریت کشورها برادران با ماشین ریسک روزی خودشان را یافته ایستادن. سوال دیگر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در شرکت فبرلیک کار کردن برای زنها جایز است؟ التماس جواب بید، چون که آنجا بسیار آرایشات زنانه است و مثل موادهای مکیاژ کنی. و علیکم السلام و رحمت الله. همین سوال را یک چند خواهر هم به من داده بودن. راستی گپ من درباره فبرلیک کاملا تحقیق کرده برآمدگی نیستم. همین شرکت رو از چند خواهری که در آنجا کار کردند دربارش معلومات گرفتم، اما همه این معلومات ها ضد و نقیض هستند. بعضی خواهرها میگویند برای شرکت کردن ما اول یک مقدار مبلغ میگذاریم بعداً در آنجا به کار میایستیم. بعضی ها میگویند نه ما بدون هیچ پرداخت مبلغی در آنجا کار میکنیم. برای همین ان شاء الله من یک برنامه دیگری خاص درباره شرکت فبرلیک و مانند به فبرلیک ها کاملا معلومات و این چنین آرای علما و شخصا با متخصصان همین شرکت صحبت میکنم. بعداً برای شما عزیزان این مسئله رو کاملا وسیع کرده با احکامش در برنامه های ترازوی عمل پیشکش خواهم کرد. و الان چون خیلی معلومات ضد و نقیض است و من شخصا با یگانه از متخصصین و یا همچون کارگر در اینجا از همه شرط و شروطهایش خبر ندارم، از پیش خود الان چیزی نمیگویم، ولی انشاءالله که این وعده ما باشد که در این باره یعنی درباره شرکت فبرلیک چگونه کار کردنش و آیا کار کردن جایز است و یا نه برای یک زن مسلمان کاملا انشاءالله یک برنامه آماده میسازیم. سوال دیگر، در ترکیه اگر سقورته نداشته باشید کیملیک یعنی وید نجیتی است و نمی کنند، چی کار کردن در کار کنیم یا نکنیم؟ چگونه که گفتم متاسفانه در ترکیه هم برای اقامه کردن و یا برای اجازت نامه بود و باش و حتی برای خانه‌داری و ماشینداری برای شما سقورته حتمی می باشد. سقورته برای سلامتی یا سقورته برای گفتیم ماشین داری و از این چیزها، برای اینجا مجبور هستید، دیگر راهی ندارید. میگویم از روی مجبوری است، دیگر از سقورته علاجی نیست، نکرده باشید زندگی کرده نمیتوانید، از روی مجبوری انشالله میکنید و گناهکار نمیشوید، برای اینکه به خواست خودتان نه، شما رو مجبور کردی سادن که سقورته کن وگرنه تو رو میرانیم و بعد از راندن هم مسیر اکثریت
خواهران و برادران مظلوم ما به جز ستم و ظلم و زندان چیز دیگری نیست. سوال دیگر: اگر بلیت هواپیما خریدنی شوی، پول سقورته هم در داخلش هست. بعضی به طور الکترونی اگر بلیت خریداری کنی اونجا میتوانی از پول سقورته دست کشی، اما این نه همیشه است. البته اگر وقتی میدانید که راه دیگری خریدی بلیت است که شما میتوانید بدون پرداخت سقورته خرید، از آن بخرید. این دور از حرام است، اما علاج نیست، هیچ راهی نیست که بدون سقورته بلیت خرید. در اینجا باز مجبور میشویم. سوال دیگر: حیات امروزه انسانیت را بی سقورته تصور کردن حتی امکان ناپذیر شده است. با یک دو صحبت شما بر اینها این مسئله به مردم فهمانده می شود. بیشتر گپ زدن در کار دختر جان. من این صحبت شما را شنیده دودم به فلاکت برآمد. چرا دامولاهای ما در این باره گپ نمی زنند؟ من نیمی دارو مادرم کار و بارم با سقورته است. البته مسئله سقورته از مسئله های خیلی پیچیده می نماید به بعضی از به گفته خودمان علمای ما یا دامولای ما. شاید برای همین جرئت نکنند که در باره‌اش کافت و کاف کنند، ولیکن حیات امروزه را تصور کردن نمی توانند بی سقورته تا اندازه در اروپا و در غرب و کشورهای غیر مسلمان در حقیقت همین شعار است. یعنی همه چیز را سقورته میکنند، حتی حیوانهای خانگی خود را سقورته میکنند که اگر سگ من مرد من پول میگیرم، گربچه من مرد من پول میگیرم. کودک خود را حتی سقورته میکنند روزی که تولد میشود. اما مسلمان میتواند به سقورته زندگی کند. شکر پروردگار در اکثریت کشورهای مسلمان نشین، کشورهای خلیج فارس و این چونین کشورهای جزیره عرب وقتی که میبینیم و در مصر عرب هم نه همه چیز سقورته است. میشود که در خیلی زیادی از چیزها به سقورته زندگی کرد و سقورته بجز این که جیب یک چند نفران رو پر کنیم و آنها رو بای کنیم دیگر چیز دیگری نیست. برای اون که چگونه که گفتیم اگر میلیون اعضا برای شرکت های سقورته پول دهند، شاید فقط 100 نفرشان به صدمه چیز دیگر گرفتار شوند و اون پول ها رو میدهند و بانک های ربوی و استثمار و چیزهای دیگر که میشود در آخر چگونه که گفتم از ثروتمندترین شرکت ها در سالهای آخر این شرکت های سقورتوی شده ایستادند. سوال دیگر: در تاجیکستان مجبور میکنند که سقورته کنین، پس ما چی کار کنیم؟ چه خیلی که گفتم فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه. وقتی که مجبور هستید دیگر علاج چاره ندارید. اینجا شریعت برای مجبور و درمانده ها بجز اینکه شما به حد توان خود از اون دور شوید، اگر نتونستید مجبورید گناهگار نمیشوید میگوید، چیزی دیگری گفته نمیتوانم. سوال درباره مضاربه کمی معلومات دهید خواهش. درباره مضاربه سوال کننده عزیز یک برنامه کامل داریم در همین سایت یوتیوبی پیام. درباره شرکت مضاربه یک برنامه کامل داریم، نمودهایش و بعضی از شرکت های دروغینه که با نام مضاربه هستند اصلا مضاربه نیستند. می توانید آن را در سایت پیدا کنید که حتما در همین سایت وجود دارد. سوال دیگر: در روسیه در بانک صورت حساب گشودن این چگونه می شود؟ پرسنتش حرام است یا که حلال می باشد؟ درباره ودائع بانکی می گویند در مدرفق اسلامی وقتی صورت حساب میکشاید و میدانید که پرسنت میبندد، یعنی ریبا میشود و آنها خواهد نخواهد هم هر ماه بالای صورت حساب شما به آن مبلغی که دارید نگاه کرده پول میگذرانند، این 100% حرام است، پرسنت است و نباید در وقت صورت حساب گشودن اجازه دهید که آنها به شما مبلغ گشایند. یعنی بعضی از بانک های هستند که میپرسند که آیا شما پرسنت میخواهید یا فقط همچون امانت پولتان رو میگذارید. در اینجا بگوید که من همچون امانت میگذارم، هیچ پرسنت نمیخواهم. اما بعضی از بانک های هستند که شما خواستید نخواستید پرسنت میبندند یا گفتیم فایز میبندد و برای شما همان صورت حساب بانکی برای زندگی کردنتان در روسیه و یا برای حجت کردنتان و یا برای شهروندی گرفتنتان حتمی است. بدون صورت حساب برای شما جای کار نمیدهند و یا برای شما اجازه بود و باش نمیدهند. انا اینجا چیکار کنیم؟ ما رو مجبور میکنند که صورت حساب بانکی داشته باشیم. صورت حساب بانکی داشته باشیم، خواستیم نخواستیم هم یک مقداری کم به آن
فایز یا گفتیم پرسنت میگذرد و اینجا چیکار کنیم؟ در اینجا کاری که کرده میتوانید همون پرسنت رو میگیرید و از آن خلاص میشوید. آن رو صدقه گفته نه، برای اینکه برای او هیچ ثوابی نیست و پول حرام است. ان الله طیب لا یقبل الا الطیب. پروردگار پاک است و جز پول های پاک، صدقه های پاک چیز دیگری رو قبول نمی کند. آن پول رو به یگان کمبغل، به یگان محتاج همون پرسنت بستش رو میدهید که از همون پول حرام خلاص شوید در اینجا. لیکن تا حدی کوشش کنیم که صورت حساب های ما در بانک های باشد که همچون امانت گذاشتن پول اون صورت حساب رو کشادیم، نه برای حاصل کردن به پرسنت و ربایی که دیگر هم حق الله ربا و یربی صدقات. پروردگار تمام ربا رو، برکاتش رو نابود کرده است و این پروردگار است که پول حلال رو و صدقای از پول حلال رو بالایش برکت میدهد. سوال دیگر: در تاجیکستان سقورته میکنی ماشین رو، اما وقتی به صدمه دچار میشوی شرکتی سقورته کنی رو نمییابی. عیناً همین مسئله یک در تاجیکستان نشود. در تاجیکستان یگان نفر برای سقورته از شرکت چیزی رویانیده نتواند. یعنی مردم معاش خود رو گرفته نمیتوانند. عزیزان، مردم سقورته یک طرف استاد، آدمی که هر ماه کار میکند معاش حق خود رو ستانیده نمیتواند. کجا رود؟ به شرکت های سقورتوی که آنها هم حتما پیوست هستند به دیگر اژدهارهای بالا. اما یگانه در تاجیکستان نه. من چگونه که گفتم حتی در آلمان هم، در خود آلمان، در همین در ترکیه هم به یکی از شرکت های سقورتوی گفتم سر و کار داشتم و یا دربارش معلومات گرفتنی شدم که تقریبا حدود 90% اعضایان همون شرکت شکایت دارن که ما وقتی به صدمه دچار شدیم شما کجا هستید، کجا رفت اون عهد و پیمانی که با ما بستید که در حالتی به صدمه دچار شدن ما به شما تمامی خسارت هایتان را جبران میکنیم. البته برای همین باور نباید کرد، در غیر مجبوری و ضرورت به سقورته نباید سر و کار داشت. سوال دیگر: در مسکو ما استراخوفکا پلیس داریم، به پول دکتر میگذاریم. آیا این نادرست است؟ مبلغ داده دکتر گذاریم، ما سقورته را به مبلغ گرفتگی هستیم. شهروند روسیه داریم. اینجا اگر سقورته که شما دارید یا پلیسی که شما دارید، شما یگان خیلی مبلغ نگذاشتید، دولت به شما آن را داد. یعنی دولت به شما همین پلیس یا یک دفترچه رو داد و گفت شما با این، نامش استراخوفکا پلیس است که دولت آن را همش رو داده است، گویا شما به کدام دکتری که رفتید به پول میگذارید. این سقورته حرام نمی شود برای اینکه شما به آن یگان مبلغ ندادید. دولت آن رو به شما هدیه کرد برای اینکه شهروندش هستید. نه، اما یک کارتوچکه رو میخرید. در ترکیه هم هست، در بسیار کشورهای هم هست. هر ماه یا هر سال اساساً به آن پول میگذرانید و با آن اگر دکتر رفتید دکتر به پول می شود. این استراخوفکه حرام می شود برای اون که شما برای آن هر سال پول می دهید و آیا شما همین سال بیمار می شوید و یا بیمار نمی شوید احتمالش کم است و آیا به بیماری های جدی روبرو شده مبلغ زیادتر میگیرید، احتمال آن هم 50-50 است. اما استراخوفکا پلیسی که دولت میدهد و یگان مبلغ به آن گذرانیده نمی شود و دولت گویا آن را به شهروندانش همچون کمک دستگیری داده است، این به حرام داخل نمی شود. اما استراخوفکا یا گفتیم دیگر سقورته هایی که خودی شهروند به آن پول میدهد و آن را گرفته با آن به دارو و به دکتر و به چیزهای دیگر روبرو می شود، انا در اینجا این حرام می باشد. سقورته هم استراخوف پلیس می. سقورته استراخوف پلیس همان یک نمود سقورته است، اما از طرف دولت داده شود. این دیگر به حکم سقورته که در شریعت حرام است به آن داخل نمی شود. اگر دولت آن را کاملا بدهد و بگوید که شما می توانید با این به کدام دکتری که خواستید مراجعت کنید. دیگه کسی دیگر اینجا چیزی نوشته است که یگان رابطه ندارد و عزیزان هر سوالی که از منطق دور است و به گفت خودمان سوالی هست که عموما معنا ندارد، من برای جواب دادن وقتی خودم رو هم وقتی شمایان رو هم نمیگیرم. و این بود درباره سقورته یا استراخوفکا و یا همون بیمه که نظر شریعت رو گفتیم و این چونین تمامی علمای اهل سنت اتفاق هستند که این چیز حرام است، درباره آن صحبت کردیم. ولیکن چگونه که گفتیم عزیزان
مسافران مهاجرانی که دیگر راه ندارد که بدون سغورته به چیز صاحب نمیشویم، اینجا مجبور هستیم در وقتهای ضرورات دیگر برای ما حتی چیزهایی که محظور و حرام است مباح میگردد. با همین به پایان برنامه میرسم. تشکر از آن که با ما در برنامه بودید. الهی برای شما هم مفید باشد، برای ما هم، و همیشه زنده و سلامت در پناه الله باشید و اله و جبران مصیبت های ما رو همش رو خود پروردگار به کفالتش گیرد و هر یک شمایان را هم به پناه پروردگار می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.